are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, understanding. Yo. با کی خیانت کرده اید؟ خیانت به شوهرم. من راستی که مردی زندار نمیگیرم. اولش که یا زن مرده یا یه تمام زن من در تب و تاب توام، خانه خراب توام، من دیوانه عاشق. ولی از وی من به من یک فرزند امروز تنگی بس. پسر دختر؟ دخترچه داره. مرد باشد که اول خودش رو حرمت و احترام کند، بعدا من رو و فرزند من رو رنگی فرزند مثل فرزند خودش داند. و فکری من قطعی کلان سالات دختر یاش گردد چه گم تستر پیر میشد، رنگ اول کلان سال میشد. باری بابای برفی شما رو بوسه کرده است؟ بله. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, барои бемории псориаз ё ба қувват кардани мардонагию бемории пӯст ва инчунин дороҳоеро ба намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3 то 5 соат аз номи канали Tojikon Group муроҷиат намоед. ҳатман ба шумо тахфиф карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام بینندگان عزیز، هواداران صوت و نوا. پای خدمت شما آمدیم با مهمانی نو که در استودیوی ما قرار دارند. آوازخوان و حجم‌نگار شناخته بانوی هنر گنجینه بانو در برنامه چهره آشنا. هوا در بیرون خیلی سرد است. زمستان با همه هستیش در تاجیکستان عزیز بکن فرمایی کرده ایستاده است. در بیرون برف میبارد، ولی به همه این نگاه نکرده گنجینه بانو دعوت ما را پذیرفتند و به برنامه چهره آشنا آمدند. خوش آمدید. زنده باشن. به خاطر شما مخلصان عزیز و بینندگان و پادپیسچیکان کانال تاجیکون گروپ زنده باشن عبدالرحمن. سلام خود را به همه مخلصان و تماشابینان برنامه شما میرسانم. سربلند باشین. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. تشکر که دعوت ما را نوبسته از سرد بودن هوا که در بیرون برف میبارد قبول نمودید. و سوال نخستین را میخواستیم بیشتر مخلصان میخواهند دانند که گنجینه بانو زاده کجا هستند، کجا را ختم کردند؟ من زاده شهر دوشنبه، مکتب موزیکالی به نام ملکه صابری و مکتب اینترنتی موزیکالی به نام ملکه صابری و بله ختم کردم. یعنی ختم کرده مکتب اینترنتی موسیقی به نام ملکه صابری هستی. و چی شما رو وادار نمود که محض با انا همین مکتب اینترنت رفته تحصیل نمودید؟ شاید اویلای شما صنعتکار بودن یا نه، در اویلای ما صنعتکار نبود. راستی گپ از خودی ذوق داشتید؟ از خودی این چیزا من ذوق داشتم. کیها رو بیشتر تماشا میکردید؟ مخلصی کی بوده؟ مخلصی از هنرمندان تاجی خارجی؟ مخلصی نگینه امانقلوبا و نازیه کرامتلو. این دو هنرمند رو بیشتر تماشا میکنید، به شما پسند است. بله. و یک وقتا ما شما رو بیشتر در کلیپ ها میدیدیم، همچون اکتریس نقش بازی میکرده. این ایده رو به شما که پیشنهاد کرد؟ با خواهش خودتون بود؟ با خواهش خودم بود. این شوق و هوس خودم بود. طول چند سال ما میدیدیم که شما در کلیپ ها نقش میآفریدید و وقتهای آخر میبینیم که شما در یکی از گروه های آوازدار عربشو کمپانیا اونجا در یکی از کانال های یوتیوب یک جا با اونها نقش میآفرید. با این گروه چگونه راه یافتید؟ با این گروه که شما رو دعوت کرد و که توصیه داد که در صحنه‌چوی آنها نقش بازی میکردید؟ این چیزا من هیچ که توصیه دادگی نیست راستی.
زنگ زده بودم. کی زنگ زد به شما؟ قربان نعمت. یعنی شما رو قربان نعمت بله. دعوت کردن؟ بله بله. قربان نعمت زنگ زده بودم، گفته بودن که هم خیلی سنوده بازی، اگر خواهی سنوده بازی کردن نهایت بازی کنم. گفتم میلی. یعنی که دعوت کردن، شرمنامه بسته به شما حق خدمت پیشکش میکردن، در سنچو نقش می‌آفریدید. ولی ما شما رو می‌دیدیم که یک مدت در سنچو در کانال مذکور نقش بازی میکردید، باز یک مدت ناپدید میشدید. اونجا یک هنرمند دیگر منیژه بانو میرفتن نقش می‌آفریدن، باز وقتی منیژه غیب میزد باز شما رو می‌دیدیم. همین سببی رفتن و آمدن رو در چی بود؟ راستی گپ یکم بار پیش منیژه من بازی کرده بودم در پای در صحنه عرب شاشو من بازی میکردم. راستش در موبایل من راستی گپ وایش دادم، سیونکا داشتم کلیپای خودم، سرودای خودم برایم کم برآمدم. من گفته بودم وایرا که من میبرم یگان دخترک بیاویم به جای من بمونه. وایرا رد نکرده بودن گپ مرا. وقتی که من نمیدونم که منیژه شون چی گپ شدن، که اینا پرابلم خچونه گپ چپ خچونه من ایشا نمیدونم. بعدم با زنگ زدن گفتن من کتی اکای عبدالله شون همکاری میکردم تو پلان. بعد زنگ زدن گفتن که خیلی بیا، گفتم بو بعد از اونی که منیژه رفت باز شما رو دعوت کردن؟ دعوت کردم و رفتم باز بازی کردم. در سنچو نقش آفریدید. آفریدم. و بعد از اونی که منیژه از فخرالدین جدا شد و باز به نزد سعدی رفت با کانال قربان نعمت و شما باز از او جدا شده، برای چی امروز در سنچو ما بازی نمیکنیم؟ راستی گپ من همین منیژه را سنچوش معقوله، خیلی اکتریسگیش بازی کنیش دخترکی و صحنه زیبای پرهنره و میتونه. برایم کم راستش کامنتاریو را خوندم، در کامنتاریو بسیار منیژه را طلب کردن. برای هم کم منیژه را مخمون دعوت کردگیم اومدگی. شما خودتون من باید پای کاره خود میشم. بار دوم شما خودتون بردید منیژه را؟ من نبردم و خمون دعوت کرده منیژه اومد. وقتی که از فخرالدین جدا شد باز دعوت کردن؟ ما نمیدونستیم که فخرالدین جدا شدگیه، لیکن دعوت کردیم اومد. رفت. اما او در یک برنامه گفت که بعد از اون که از فخرالدین جدا شود آوازخوان بشود دیگر به نزد سعدی نمیرود. آوازی بهترین دارد منیژه شما میدونم، لیکن من نسبتی خیلی گپ و وایشان من نمیدونم. و بعد از اون که از اون گروه جدا شده امروز کجا فعالیت میکنید؟ شاید با یگان دسته هنری دیگر، یگان گروه حجوی دیگر فعالیت دارید؟ من هم اکتریسگی ها میکنم، کتی اکای عبدالله شون. بعد با وزیراستی که برآمدگیم من ای گروه وایو برآمدگیم برای چی؟ برای که من باید کلیپ خدمازی پیش برم، سرودای نوی خدمت باید پیش برم برای هم کنم. و چون از سرود و از کلیپ اینجا سخن کرده میخواستم فهمیم که بار اول به دنیای سرود به صحنه استراد توجیه وارد شدنتون که به شما کمک کرد؟ خاطرم دانست نه که کدام سال بود با کدام ترانه؟ سال 2016 بود بلی 17 بود. راستی گپ اسلام ارانجировщик میگن ای اسلام کاملوف. بله اسلام کاملوف ای چی بود؟ ای سربند قرغان شهر بختر. اما یک سرود را به من تفسیر میداد، سرودی الهی من نمیدانم. انا سرود من یکم بار خونده بودم. و کدام ترانه شما را میانی مردم معرفی نمید؟ میانی مردم ترانه آروم افشان ایرانی. ترانه ایرانی که شما زمزمه کردید و در سامانه یوتیوب بیننده زیاد هم دارد و میتونید به خاطر مخلصان هنرتان، به خاطر بینندگان عزیز از این ترانه‌تان 4 مصرع با آواز زنده تقدیم کنید. بله چرا نه؟ من در تب و تاب توام، خانه خراب توام،
ای تو سر و سامان من، نیمه پنهان من، جان تو و جان عاشق. و تا امروز بهر مخلصان خود چند ترانه آماده کردید، پیشکشون کردید و کلیپ های شما رو کی ثبت میکنند؟ کلیپ های مرا راستی گفت بابا جان گلوف ثبت میکرد. سه تا کلیپ کردگی. همگی سه کلیپ دارید؟ همگی سه کلیپ کردگی. ترانه هایتون چی؟ ترانه ها راستی گفت بسیار هم لیکن کی آماده میکند به شما ترانه ها رو؟ با کی همکاری دارید؟ همکاری با یکون کس ندارم. چه به همکاری ترانه می شود؟ ندارم همکاری با یکون کس. همین کدام باشد شاعر میرم کچیشون دگوار میکنم، سون شدم یتیم شعر من میگیرم، پیش ارائش رو فشکم، همه چیز داشته. یعنی همه رو با مبلغ؟ با مبلغ بود میشود. به اندیشه شما به مبلغ میتوان در صنعت توجیه مشهور شد؟ نه. یعنی به مبلغ نمیتوان نه. پیش رفت با وجود آنه که هنرمند صدای خوب داشته باشد، هنرمند صدای خوبم داشته باشد، هنری بهترین هم داشته باشد و به مبلغ یگان کار کنم. بله درست است. و سرپرست چی؟ سرپرست داره؟ سرپرست هم هست لیکن این چیز مخفی است. مخفی است. برای چی؟ شاید نامی رو بوید برنامه رو تماشا کرده خیلی خرسند میشد، باز به شما دو چند سرپرستی میکنه یا خودی رو نمیگذارد که شما نماشا بید. خودی اول نمیگذارد که من نماشا کنم. و بیایید اطراف زندگی پس پردگی شما کمی صحبت میکنه و بسیار مخلصان میخواهند دانند که شما قبل از صنعتکار شدنتون به شوهر برآمده بودید یا بعدا؟ کی به شوهر برآمده بودید؟ یعنی پیشه صنعتکار شدن. یعنی هنوز در صحنه ها نقش نمی‌آفریدید به شوهر برآمده بودید. با انتخاب خودتون یا که با والدین انتخاب خودم. عاشق شدن بله. به شوهر برآمدید؟ بله. یعنی عاشق شده یکدیگر رو دوست داشته آیله برپا کردید و به اندیشه شما چی باعثی جدا شدن شما گشت؟ باعث جدا شوی ما راستی گفت این چیز مخفی است. من نسبت یه چیزم گپ زدن نمیخوام. اصلا وقتی نفر دوست داشته و دور می شود یکدیگر رو احترام میکنن، فکر میکنن که عائله هایی که دوست داشته برپا می شوند استوار میمونند. اما وقتی خیلی میبینیم که با وجود آنه که جوانان هنرمندان یکدیگر رو دوست میدارن اما باز بعد یک چند مدت جدا میشوند. جدا شوی سبب جدا شوی ما نقص‌بینی ما نبود. سبب جدا شوی ما دیگه چی بود؟ راستی گفت چیز مخفیه من گفتن نمیتونم. فرزند داره فکر میکنم؟ بله از وی من به من یک فرزند امروز تنگی پس. پسر یا دختر؟ دخترچه داره. و بعد از آنی که از او جدا شدید و جدای صنعت وارد شدید، صنعتکار شدید و امروز چی؟ سراغ نمیکنن؟ رشک نمیکنن؟ سراغ چون شما رو در برای فرزندش سراغ میکنن. اکو رشک نیست. و بعد از اونی که از او جدا شدید دوباره نیت اولادار شدن نکردید؟ نه. برای چی نمیخواهید؟ نه نمیخوام. پیشنهادها هستن؟ پیشنهادها از طرف وی هست که من نمیخوام. از طرف دیگر چی؟ از طرف دیگر چون علاقمندان و دوستدارانی بسیار هستند که نه یعنی حجرتش عمل کردن نیستن. فقط میخواهید که هنر خود صنعت خود پیش برید؟ بله. من نه قدم زدستم در جدای صنعت بفکرم. عرفت و نفر پیدا شود که با شما در شهر دوشنبه خانه خرد، ماشین خرد، تمام شرایط مهیا کننده گوید که گنجی نمونی بیا سرود نخوان، ترک صحنه کن، راضی میشوید؟ نه. برای چی راضی نمیشوید؟ برای که من صنعت خودم رو دوست میدارم. بسیار هنرمندان بودن که همین سخن رو میگفتند اما ما شاهد بودیم که وقتی که شوهر پولدار ثروتمند کردن به آنها خانه خرید، ماشین خرید، بعدم وجود داشتن
یک مدت ترک صحنه کردن، نه من خیلی نه. بعد از اون که جدا شدن باز دوباره روی صحنه من آمدن. وقتی که صنعت که ترک کردم من دیگه به صنعت بر نمیگم. رفتو من در جلوی هنر، در جلوی صنعت موفق میشوید، مشهور میشوید. مثل امروز هنرمندان مشهور داره، مثل شبنم سرایانی، نام قلاب زلیخا محمدشویی و ده ها دیگران. تصور کنید که شما در سطح اونا قرار میگیرید و رفتو مرد پیدا شود و شما تکلیف ویلت شریک نه. چگونه خصلت ها رو در او دیدن میخواهید؟ چگونه باشد که شما او را قبول میکنید؟ مردی باشد که اول خودش رو حرمت و احترام کند، بعدا من رو و فرزند من رو رنگی مثل فرزند خودش داند. زیدی صنعت هم نباشد. نباشد. اگر زیدی صنعت هم برای چی؟ اگر زیدی صنعت براید با شوهر نمیبرید؟ نه، آخه جمعی یک گفه که مردم همین حافظا شوهر میکنن، هفته دیگه شوهرشون جدا میشن، با دلشی دوام میتن. هیچ خیلی فاوی میرن. برای همون بود شد زیدی صنعت نبرویه، ما همین صنعتی خمم دوام بتون و شوهر ما کچما زندگی کنم. دو طرفه کار کنه میجی گم نمیم. اگر زن داشته باشه چی؟ من راستی که مردی زندار نمیگیرم. اولش که یا زن مرده یا بچه یاش. یا تمام زن داشته یا بچه یاش. در یک برنامه یک بومی هنر گفت که بابای برعکس بچه یاش نیو بابای کلان سالون پسنده است. میگه که کلان سالون راستی که حرمت احترامشون دیگر است. فکری من قطعی کلان سالون دختر یاش گرده چه گم تستر پیر میشن، رنگ اول کلان سال میشن. اگر از همین خاطر میخوام از خودم مایده کتی گردم جوان گوشدم همه از خودم مایده گیرم که من خیستم. و به خاطر بینندگان و مخلصان میخواید که شما در بسیار صحنه‌چه ها نقش بازی دهید. خیلی از اجرای نقش ها به خوبی برای من چندین صحنه‌چه های شما رو تماشا کردم. یک لحظه یک پارچه از یکون من صحنه‌چه ها میتونید که پیشکش مخلصانتون کرده باشید. من فکر بختم و یا مخلص مایی من مخلص شدم تمام اگر چی بله هست صحنه قطعی سعدیشان بازی کردگه سعدی میغلطد پایان نه دوام میبیم برای من در رفته است و میغلطد و من یکی نگاه میکنم نو سعدی غلطی دیگی خوب شدی همی صحنه آمده و میمیکش من خوش شدم. باز یک با شما میفتیم. بله. به خاطر مخلصان چور مثل از اون ترانه‌ای که تا حال ثبت نشده است، پیشکش مخلصان نشده است. میتونه چور مثل با آواز زنده پیشکش مخلصان کنید. یک سرودی دیگر هست از آرام افشان از سبب که هوای سروده که ما خوانده بودیم پنج شد. یک تا دیگه باز هم از هوای باز یک سرود دیگه شد دزدیده. بله. هوای چیزی که دزدیه و چیزی هست نیسته که مخلصان قبول کردن این چیزا. با یک سرودی دیگه شد تیار کرده استیم. انشاءالله با نزدیکی همین سال نامده پیشکش مخلصان میگردنیم. از اول چور مصرعش رو بخونم. از تو دیگر نمیشود دل کن فانوس سرا عشق من بوده تو جا درا به من نشون داده برگرد بگو عاشق من بوده. سینه بشه اینقدر از عشق و عاشقی می‌سراید اما نمیگوید که کی رو دوست می‌داره. برای چیه؟ مخفی است. مخفی است. اما هست هم و هست. بله هست. یعنی دوست داشته داره. بله. اقلا نمیگوید که چی کار هستن. راستی که من این چیزم گفته هم نمیتونم. باوری نداره که مخفی با شما ایستادنش میماند و از همین خودی میترسه نمیگوید. باوری نه، باوری کامل دارم که تا آخر با من میماند لیکن
و کس برای من مخفی میمونند، برای مردم مخفی مونند و مردم نفهمند. من از مردم میترسم. از گپ مردم از میترسید. گپی مردم میترسم. راستی گپ. زنده باشید. اگر شما آماده باشید ما سوال رو پیشنهاد میکنیم، ها یا نه کرده نکرده دیده ندیده باید که فقط راستش رو گویید. آماده باشید میرویم. آماده من. آوازخوانی دوست داشته شما. آوازخوانی دوست داشته من این راستی گپ نگینه موقع بود. دوم، از کی بیشتر تحفه گرفته اید؟ از نغزیدن. دوست داشته تا نه؟ بله از دوست. چی میگرفتیم بیشتر؟ شما چی تحفه میکردن؟ گل، شکلات، میشکاچه. پول چی؟ نه یک من. تلفن از آن میدیدی نه؟ شکلات گل. من در چیزاش وجه نیستم خودش در برم باشد چیز است. می‌داری، ها؟ بله. با کی خیانت کرده اید؟ خیانت. خیانت به شوهرم. شما. بله بعد از جدا شوی. وینای دوست داشته شما. راستی گفت من وینو خوردم نمیتونم. نه. سپیرنوی تمام سپیرت نه. کاش چنین شود. باری بابای برفی شما رو بوسه کرده است. بله. بابای برفی یزنم بود. من دچم دیم بله. آخران بار کی رالتان خورده بود؟ آخران بار 3 هفته پیش. دوست راست ندارید رالتان؟ بله. خواه میخواد یا اینکه هر دشه هم قاقا هم تر. اگر مرد میبوده چی کاره میشده؟ اگر مرد میبودم دامساز میشدم. ساختمانچی میشده؟ ساختمانچی میشدم. من مردی کار میشده برسیه میرفتیدم. از یکون کس قرضور هستی؟ بله. بسیار؟ بله. بار سیگاریت کشیده؟ نه. تماما تمام. توصیه هم نمیده به دیگران بله. چون که ضرر آور هستند به سلامت انسان. بله. و تشکر میگیم به شما که به 10 سوالی که از جناب ما پیشنهاد شد خیلی پاسخهای مشخص داده. تشکر که به برنامه ما اومده و در آخر به مخلصان هنرتان چی تمنیات دارید؟ با شما عبدالرحمن تشکر که به برنامه تا دعوت نمودید ما رو. به همه مخلصان سلامتی و سربلندی آرزومندم. نیتی که در سال 2020 کرده بودن اگر جامعه عمل نپوشیده باشد خدا جان در سال 2021 جامعه عمل باشد. هر یک شخصیت نیتی خودش را دارد. بگذار در سال 2021 نیت های همه شما جامعه عمل باشد. بله. زنده باشد. و تشکر زیاد برای شما. آرزو میکنیم که نیت های نیک شما نیز در سال نو 2021 عملی شوند. تشکر بار زیاد. دیگر خوش آمده. بینندگان عزیز برنامه چهره آشنا بود از کانال توجیکان گروپ. خیر تا برنامه دیگر.